السلام علیکم دوستو حضور کانال امروز چندمه کو امروز 20 از دوستو دهه آخر رمضان هم آمد و رسید هر سحری خوری و اوش میپختیم کدام خود دلش کشک خواست یعنی که به موسم بهار یعنی که طعام بهاری توغری آمده همیشه بود خواستیم برای دوست امشب سحری خوری کشک پزیم خیلی که میبینید حاجی بابا هنری وای دارن اصلا هر سال در اول بهار بابا کشک پخته تقسیم میکنن خیرات برای امروز کدام دلش کشک پخته است بریج مایده کردگی و گندم مایده کرده را برای دوستو کشک میپزیم در دو دیگ ماندگی هستیم خدا خواهد ملو سنگین کفتی ساله همون و یارا چی داشت میگون هر کی در اینجا با یک اصول خدمت خود سرمایه‌گذاری میکند دوستو کسی چیز میتوند خدمت میکند برای همین چیز زنده باشن اکای حاجی اسرار خوجه که جوان حاضر استاده هستند همین شخص عرقه را آوردن هیچ گم داره و یک بچم میشه سوم ترسون دیتم برادر خان من ترسون دیتم از سومش بچم میشه بیرستی واقعا دیگه بینم اون که سوختی هاست اونگه گمان کردم که روغن در دست شما چوشی لایکا را میزنیم و پدیلیت تکنید به یار و دوستانتان تو اینکه همین زحمت همین جوانه حاضر ایستاده را که برای امشب افطار از حاضر باست کمر همت بستگی هستند بله من در اول سخنرانی هم گفتگی بودم که برای سحری خوری آمادگی دیده ایستادم یعنی که امشب گفتم معنی گپ من این بود که در وقت سحری خوری تقریبا 100 کیلوگرم گندم تیره ماهی را مایده کردگی هستند اینکه مویتا نرد یک کنه جسور مویتا یکی نکرد اینجا حال نگره دنی میبود نرد بسیار خواهد دستگیری کنید نه و آدم اول کنه آره دو تا تم کندر بیرم پرته هیچ گم دارم سیاوشی کمایشی بود که میگفت که بنویس یا منصور بود میگفت بنویس 11 نفره خیلی که ما را نگاه کرده سوید نویسید اگه چی اون گفته کنیم که گپ ها ما را زده گیریم
22 نفره نویسید دوستو، کامنتر کنید، لایک را زنید. کشک برای سحری خوری این خیلی دشوار دستی پختن کشک. از ساعت 10 سحر آغاز کردگی هستند. 100 کیلو گندم میده کرده شده تیرموهی و اینچنین چند کیلو؟ 50 کیلو گوشت دوستو، 50 کیلو گوشت. من اینجا هم یک خیلی مولو سنگین کفته ایستادم. این کجا بره؟ دنیا بره دی؟ کل دنیا بره؟ بله. گوشت خود نه که این روز نوروز نوروز بعد نمیدونم